اینجا رادیو آموزش فیزیک، صدای ما را از فیبیس میشنوید. فصل سوم رادیو آموزش فیزیک رو با الگوهای مهارتی پایه آمیخته و برشناختی با ما همراه باشید. درود بر شما دوستان گرامی، در خدمت شما هستیم در اپیزود 5 از فصل 3 در مورد الگوهای مهارتی پایه آمیخته و برشناختی. امروز میخوایم در مورد اندازه‌گیری یا میجرینگ صحبت کنیم. میخوایم ببینیم در ساینس به ویژه فیزیک اندازه‌گیری چه معنایی رو داره. که تقریبا سفر خیلی کوتاهی، البته خیلی فشرده و اجمالی هم به مکانیک کوانتومی در فیزیک خواهیم زد. فیزیک بدون اندازه‌گیری کلا به فلسفه تبدیل میشه. اصلا فلسفه بود که کم کم فیزیک رو ایجاد کرد و فیزیک وقتی وارد اندازه‌گیری شد دیگه کم کم فیزیکی شد که ما دنبالش هستیم. فرق شو فیزیک با آزمایش هم تو همین اندازه‌گیری، یعنی موقعی که شما یه شو فیزیک میرید، نمایش میرید، اگر توش اندازه‌گیری نباشه این فقط یک نمایشه، ولی وقتی اندازه‌گیری و اینا هست، کمیت‌ها رو اندازه‌گیری می‌کنیم، میشه آزمایش. ما تو فیزیک هر اندازه‌گیری رو با یه خطایی گزارش می‌کنیم. مثلا اگه درازای یه میز 45 سانتی متری و یه خط کشی داشته باشیم که 1 سانتی متری باشه، این عدد رو به صورت اینطوری گزارش می‌کنیم، میگیم 45 سانتی متر به علاوه منهای 1 سانتی متر که درازای اون میز میشه. این به علاوه منها واسه اینه که بگیم حالا تو این دامنه هست دیگه، یعنی به اندازه یه واحد بالاتر یا یه واحد پایین‌تر. این مقدار نشون میده که درازای میز تقریبا بین 44 و 46 سانتی متره. به همین دلیل فیزیک با فاصله اطمینان معمولا صحبت میکنه، نه در مورد قطعیت و یقین بودن. یعنی همیشه تو فیزیک ما فاصله اطمینانی داریم و یکی از ویژگی‌های ممتاز فیزیک این هستش که مرتب میتونه اونو تصحیح کنه و این فاصله اطمینان یک گزاره احتمالی رو برای ما چیکار میکنه؟ بیان میکنه. ما یقین نداریم که عدد جسم دقیقاً همین هست، بلکه بسته به ابزار و خطکش و وضعیت اون میلیمتر و وضعیت آزمایشگر و خیلی چیزای دیگه اندازه‌گیری جدید هم حتی ممکنه به دست بیاریم. ولی درصد خطا یا عدم قطعیت نسبی این اندازه‌گیری میتونیم به صورت خیلی راحت تعریف کنیم. میگیم آقا درصد خطای نسبی عبارت است از چی؟ دقت ابزار تقسیم بر اندازه مورد نظر ضرب در سطح. ما دقت ابزار رو میایم به دست میاریم. دقت ابزار مثلا اینجا 1 سانتی متره، اندازه مورد نظر که به دست آوردیم 45 سانتی. این دوتا عدد رو به هم تقسیم کنیم، حاصلش هرچی شد ضرب در سطح می‌کنیم که مثلا در این مثال ما حدود تقریبا 22% میشه چی؟ خطا. ما حدود 2% خطا داشتیم. اگه این مقدار خطا رو از 100% اندازه‌گیری کم بکنیم، درصد صحت اندازه‌گیری هم مشخص میشه که اینجا حدودا مثلا 100 و منهای 22 کنیم تقریبا 97 تا 8 دهم، حالا بگو 90 و تقریبا 8، حالا حدودا 98%. 98% اندازه‌گیری ما صحت داشته و این اندازه‌گیری رو میتونیم با این مقدار درصدی مشخص کنیم. پس ببینید فیزیک وقتی وارد دنیای درصد میشه علمی. دقیقاً ما گزاره‌های علمیمون همشون درصدی هستن و گزاره حتمی و یقینی نداریم. مثلا اینطور نیست که فیزیک بگه درازای میز به یقین 45 سانتی متر است ولا غیر، و هر که غیر از این بگوید باطل است. چنین جمله‌ای گزاره علمی نیست. در فیزیک گزاره به صورت درصدی بیان میشه و حتی ما در علم و ساینس کلا با درصد صحبت میکنیم و این یکی از ویژگی‌های ساینس هست. حالا اگه همین اندازه‌گیری رو ما میومدیم با دقت 1/10 سانتی متر یا همون 1 میلیمتر خودمون
با یه خطکش 1 میلیمتری انجام میدادیم، مثلا میشد 456 میلیمتر رو مثبت منفی 1 میلیمتر. حالا اینو چجوری گزارش میکردیم؟ اگه میخواستیم اینو گزارش کنیم می نوشیم 456 میلیمتر به علاوه منهای 1 میلیمتر. اگه درصد خطای نسبی اینو بیایم تعیین کنیم، دوباره 1 میلیمتر رو می اومدیم تقسیم بر 456 میکنیم ضرب در 100 که میشه 219,000 درصد. ببین اون 2%، این 219,000 درصد، یعنی خطامون شده بسیار زیر 1 واحد شده. میزان درصد خطا اون زیر 1 واحد شده. صحت این اندازه‌گیری الان 99.78 درصد، تقریبا 99.8 درصد صحت داره و این اندازه‌گیری خیلی خوب هست. خب حالا آیا لازمه که فاصله دو شهر ما بیایم با دقت میلیمتر اندازه‌گیری کنیم؟ تو مقادیر عددی بزرگ جزئیات اندازه‌گیری نقش زیادی نداره. مثلا تو 1000 کیلومتر تمامی اعداد زیر 1 متر نقش چندانی تو محاسبه ندارم. ممکن بگیم ما دستگاه خیلی دقیقی داریم با میلیمتر هم میسنجه، خب ولی تو محاسبات ما نقش چندانی نداره. مثلا رقم‌های 6م 7م 8م 9م 10م به بعد شاید یه تغییراتی بده. و از مرتبه کلا میلیونیوم اندازه‌گیری 1 متر تو زیر 1 متر تو 1000 تا خودش نشون میده. مثلا فرض کن 1 متر 1000 میلیمتر دیگه، درسته؟ مثلا 2 میلیمتر 3 میلیمتر جلو عقب باشه تو 1000 کیلومتر، تو 1000 کیلومتر 2 میلیمتر 3 میلیمتر جلو عقب باشه، این دقتش میشه بسیار بالا و خطاش از مرتبه میلیونیومه. توی مثلا خطای میلیونیوم شما چقدر میخواید جابجایی ایجاد کنی؟ این اصلا قابل اندازه‌گیری هم خیلی نیست، نمیشه استفاده کرد ازش. حتی در مورد خود 1 متر تا 100 کیلومتر ما به 1 تا 10 درصد خطا رضایت میدیم. یا آقا ولش کن، چیه؟ از مثلا از اینجا تا از تهران تا مشهد و یک نفر پاشه با خطکش میلیمتری بسنجه. میگیم آقا بیکاری، حوصله داری، ول کن، اصلا نیازی به این همه دقت ما نداریم. از تهران تا مشهد ما با کیلومتر میگیریم، فوقش 10 کیلومتر کمتر 10 کیلومتر بیشتر، خیلی حساس بودیم در حد 1 کیلومتر جلو عقب. ولی توی 1 متر تا 100 کیلومتر بخوایم مثلا تغییرات رو بخوایم رعایت بکنیم، خیلی مواقع حتی توی اندازه‌گیری‌های طولانی نقشی ندارن اینا. به خاطر همین بسته به نوع آزمایش و اون طراحی که داریم میکنیم، حد قابل قبولی از اون دقت برای ما کافیه و نیازی نیست بیشتر از اون سماجت و وسواسیت داشته باشیم. پس هرچی تو اندازه‌گیری بزرگ جزئیات رو اعمال کنیم، خیلی مقادیر جابجا نمیشن. اما یه جا خطرناک، وقتی که خطا از مرتبه خود اندازه‌گیری باشه، به این اندازه‌گیری دیگه ما مشکوک میشیم. مثلا با یه خطکش 1 سانتی متری درازای یه لوبیا رو 1 سانتی متر گزارش کنیم، الان خطای نسبی چقدره؟ واضحه که اندازه‌گیری به اندازه چقدر خطا داره؟ 100 درصد خطای نسبی داره. پس برای آزمایش این اندازه‌گیری آزمایش خوبی نیست. معمولا برای گزارش خوب ما 33 بار باید آزمایش رو تکرار کنیم. پس اگر اون خطکش ما، ابزار ما به دقت کافی مقدار رو بتونه نشون بده، تکرار آزمایش هم میتونه کیفیت آزمایش رو ببره بالا، کیفیت اندازه‌گیری رو ببره بالا و به ما یه خاطر جمعی بده که مثلا این بالای 33 بار اندازه‌گیری. این 33 هم از کتابای آمار میاد که شما میتونید بگید تقریبا ما 33 بار که یه آزمایش رو تکرار کنیم، منحنیش پیوسته میشه، منحنی اندازه‌گیری، منحنی طبیعیش، توزیع طبیعیش پیوسته میشه. اینطور هم البته نیست که ما همیشه فرصت و قدرت کافی داشته باشیم که دقیق و تعداد زیاد انجام بدیم. خیلی مواقع ظرفیت و منابع و امکانات ما محدودیت هایی دارن. بنابراین تو طراحی آزمایش اندازه‌گیری وقتی مشغول یک اندازه‌گیری میشیم، باید حواسمون باشه که فقط در محدود قابل قبولی باشه و اون رضایت نسبی رو تضمین بکنه. مثلا شدت جریان 1 آمپر اگه 10 میلی آمپر کم و زیاد بشه تو یک لامپ، 10 میلی آمپر تو یک لامپ خیلی بحرانی نیست. ولی اگه شدت جریان یا آی سی مثلا 555 از 200 میلی آمپر بیشتر بشه، مثلا بشه 400 میلی 500 میلی آمپر،
این احتمال سوختن قطعه وجود داره که کارخونه‌ها با برگه دیتا شیت گزارش میدن که این جریان مجاز مثلا چقدر هست. گاهی دسترسی یک اندازه‌گیری به راحتی یک خطکش نیست. شما باید ده‌ها کمیت رو اندازه‌گیری کنید تا به کمیت خاص برسید. حضور انواع اندازه‌گیری و خطاهای هر کدوم به صورت جداگانه میتونه نتیجه کار شما رو هم خیلی تغییر بده. گاهی مثلا خطای اندازه‌گیری جرم و حجم برای اندازه‌گیری چگالی یک ماده در نتیجه نهایی چی داره؟ اثر داره. اگه خطاهای بزرگی تو آزمایش ظاهر بشه میفهمیم که یک اندازه‌گیری مشکوک داشتیم. این خطاها رو میگن خطاهای کاتوره‌ای. مثلا تو بین 300 تا دانش آموز ابتدایی وجود یه دانش آموز قد بلند 2 متری خطای کاتوره‌ای حساب میشه. بهش میگن خطای کاتوره. خطای کاتوره خطایی که توی اندازه‌گیری به صورت رندوم میاد و شما میتونید از طریق اون منحنی، از طریق اون اعداد پیداش بکنی. خیلی پیچیده نیست. بچه ابتدایی قدش مثلا 90 سانته یا فوقش 1 متره، 1 متر مثلا 10 سانت. حالا خیلی بزرگ بگیریم دیگه 2 متر یه دانش آموز باشه، حالا ممکنه باشه ممکنه دانش آموزی قدش 2 متر باشه، حالا بچه ولی این یه خطای چی هستش؟ واضح نشون میده که این دانش آموز با این دانش آموز دیگه چی داره؟ فرق داره و اینو ما سریع میتونیم تو مجموع عددها تو 300 تا دانش آموز سریع شناساییش کنیم. ولی یه نوع خطاهایی وجود داره که پنهانه. مثلا به ازای هر 10 نفر یه بار دست فرد آزمایشگر ممکنه لرزیده و اندازه‌گیریشو اشتباه خونده. اونو ما نمیتونیم پیدا کنیم به این راحتی چون مقدار واقعی رو نداریم. مثلا قد بچه ها بوده 1 متر رو فرض کن 10 سانت، این آقا دستش لرزیده 1 متر رو مثلا 15 سانت، 1 متر رو 20 سانت، 1 متر رو مثلا 5 سانت یا 95 سانت اینا گزارش کرده. این خطا مثلا سیستماتیک وارد اندازه‌گیری شده، مثلا پریودیک هم حتی ممکنه بوده باشه. گرچه نرم افزارهایی هست که اینا رو میتونه کشف بکنه و اندازه‌گیری‌ها رو با دقت، ولی به طور کلی این نوع خطاها هم به نام خطای سیستماتیک هستن و ردیابیشون خیلی کار راحتی نیست. نیاز به ممارست و تمرین و تبحر زیادی داره چون ما مقدار دقیق و لزوما نمیدونیم همیشه. هر چقدر اندازه‌گیری ها بره به سمت میانگین و به سمت اون گرایش داشته باشه، یک توزیع اندازه‌گیری فشرده حول مقدار میانگین ما داریم و دیگه این پخش شدگی نداره. مثلا اگه معدل بچه‌ها یک مدرسه رو ما اندازه‌گیری کنیم مثلا بشه 12، هرچی به نمرات دور و بر 12 بیشتر باشه میفهمی که این نمودار خیلی چی هستش، اونجا فشرده هست. در اصطلاح میگیم واریانس کمی داره. حالا وقتی ما 2 تا کمیت داریم که تمرکز روی اندازه‌گیری یکی باعث پخش شدن اندازه‌گیری دیگه میشه، اونجا ما یه عدم قطعیت هم داریم که توی فیزیک عدم قطعیت خیلی مهم است. تو فیزیک اندازه‌گیری مکان الکترون منجر به بزرگ شدن اندازه‌گیری تکانه الکترون میشه. به همین صورت زمان و انرژی برای هر ذره داره عدم قطعیت هست. یعنی هر چقدر ما زمان حرکت اون رو بیشتر دقت بکنیم توی اندازه‌گیری انرژیش به خطا میریم. وقتی تو فیزیک اتمی و مکانیک کوانتومی مشغول اندازه‌گیری یک کمیت میشیم، اگه جهت اون اندازه‌گیری تغییر نکنه یه چیزی داریم به نام ویژه حالت اندازه‌گیری و اگه تغییر بکنه ویژه حالت نیست.
مثالی از این موضوع میتونیم در مورد میدان مغناطیسی الکترون بگیم. فرض کنید در جهت Z الکترون داره یه میدان مغناطیسی باشه. اگه با دستگاه این میدان مغناطیسی رو در جهت محور Z اندازه گیری کنی و همون میدان مغناطیسی الکترون به دست بیاد، این عدد یک ویژه حالت هستش، چون جهت بردار Z مثلا میدان مغناطیسی الکترون بر اثر اندازه‌گیری تغییر نمیکنه. یعنی 100% مقدار همین عدد رو چیکار میکنه؟ نشون میده. حالا اگه میدان الکترون در جهت مثلا x های مثبت یا منفی باشه، بعد اندازه‌گیری میدان Z ممکنه ما یه تغییراتی داشته باشیم، دیگه رو محور Z نیست، برای این دیگه ویژه حالت نیست. به زبون خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، اگه اندازه‌گیری جهت یا مقدار کمیتی کوانتومی فقط عددش رو به ما بده، حالت اون سیستم رو به هم نزنه، به این حالت میگیم یک ویژه حالت. ولی اگه اندازه‌گیری باعث بشه که حالتش به یک جهت دیگه، به یک وضعیت دیگه فروپاشی کنه، کلپس کنه اصطلاحاً، این دیگه ویژه حالت نیست. مثال کلاسیکش رو می‌خوایم بگیم مثال سکه است. شما تا زمانی که شیر یا خط میندازی یه ویژه حالت دارین، یا شیر میاد یا خط، به اینو میگن ویژه حالت. حالا وقتی سکه رو وسط خودش بیفته، این 50% احتمال داره به سمت شیر کلپس کنه، اصطلاحاً فروپاشی کنه، 50% هم احتمال داره به سمت خط کلپس کنه یا فروپاشی کنه. به این حالت ها ما میگیم حالت هایی که دیگه ویژه حالت نیستن، بین دو تا ویژه حالت قرار گرفتن. الکترون هم چنین خاصیت هایی از خودش بروز میده. یعنی کلا دنیای کوانتومی بین ویژه حالت ها و غیر ویژه حالت ها حرکت هایی ما داریم. برای اندازه تو دنیای کوانتومی مثل دنیای کلاسیک نیست و میتونه ویژه حالت ماده رو هم تغییر بده، مگه اینکه ماده تو ویژه حالت خودش از قبل باشه. تو فیزیک کلاسیک وقتی شما اندازه‌گیری رو انجام میدی، فقط واقعیت در لحظه اندازه‌گیری رو داری گزارش میکنی. یعنی مثلا وقتی یه دو طرف یک میز رو اندازه‌گیری میکنید، مثلا طولش درازاش چقدره، هیچ تأثیری بر حالت سیستم، بر حالت اون میز دیگه شما نمیذارید. ولی تو مکانیک کوانتومی عمل اندازه‌گیری میتونه حالت سیستم رو چیکار کنه؟ تغییر بده، مگر اینکه سیستم پیش تو ویژه حالت چی باشه؟ عملگر اون کمیت مورد نظر باشه. تو این حالت دیگه در این حالت دیگه جهت اون برداراش یا بردارای مثلا مربوط به اون کمیت تغییر نمیکنن، چون کلا مکانیک کوانتومی به زاویه حساسه دیگه. اتم کلا جهتگیری اتم ها و خواص اتم ها تعیین کننده رفتارهای کلان و ماکروسکوپی با ماده است. وقتی این جهت ها سریع با زاویه عوض میشه، دیگه شما مقدارهای قبلی رو نخواهید داشت و یک مقدار جدید خواهید. پس تو میدان مغناطیسی الکترون وقتی شما تو جهت Z باشید و اندازه‌گیریتون هم همون جهت Z رو نشون بده و مقدار Z رو هم داشته باشید، هیچ تغییر نداره. ولی اگه توی جهت‌های دیگه مثل جهت‌های X و Y و اینا اندازه‌گیری شما صورت بگیره، دیگه با یک ویژه حالت طرف نیستید و اینا حالت دیگه هستن از حالت ماده که حالت سیستم رو تغییراً اندازه‌گیری عوض میکنه. و به همین دلیلی که ما میگیم در هنگام اندازه‌گیری مکانیک کوانتومی شما ویژه حالتاش رو شناسایی کنید و سعی کنید رو ویژه حالت‌ها اندازه‌گیری رو انجام بدید که از همه ارزشش بیشتره، 100% حالت‌ها رو پوشش میده. از مثال‌های دیگه که میتونیم در مورد اندازه‌گیری صحبت کنیم این هستش که در فیزیک زمان شروع و زمان پایان اندازه‌گیری حد اکثر میتونه با سرعت نور انجام بشه. زودتر از اون امکان نداره. ما نمیتونیم همزمان ابتدا و انتها رو با هم اندازه‌گیری کنیم. بین ابتدا و انتها یه اختلاف زمانی مربوط به سرعت نور رو داریم و سرعت بی‌نهایت عملاً تو فیزیک تعریف نشده. ما نمیتونیم با سرعت بی‌نهایت ابتدا و انتهای جسمی رو اندازه کنیم. مثلا میخوایم ببینیم خورشید که خاموش میشه. همین الان این خورشید خاموش میشه، 8 دقیقه بعد این روشنایی کنونی که داره از خورشید میاد و تو فضا هست ادامه داره، بعد خورشید خاموش میشه. خب تو برخی از اندازه‌گیری‌ها بدون رعایت همین اصل سرعت نور کلا اندازه‌گیری مخدوش و باطله. مثلا شما وقتی داری به سمت یک منبع نور میری یا ازش دور میشی، سرعت ما هیچ اثری به سرعت نور
نداره و همیشه مقدار اون تو یک محیط یک نواخت ثابت هست که دیگه اینا مطالب خیلی پیشرفته داره، در بخش نسبیت مطالعه میشه و خیلی ارزشمند است و پیشنهاد می‌کنم اگه تونستید یکی از کتاب‌های خوب در مورد نسبیت رو تهیه کنید و مطالعه فرمایید. تا فرصت دیگر در خدمت شما هست.